یه سری بر اساس نیازشون وارد رابطه میشن و فقط نیازشون سکسه و خب چون راحت در جامعه به دستش نمیارن یا باید براش هزینه زیادی بکنن، سلامتی جنسی نداره و خیلی چیزهای دیگه، وارد رابطه میشن. تو جامعه ما این فرهنگ جا افتاده که در واقع و جدا ناپذیر جامعه ماست که پسره لذت میبره، زنه اهدا کننده است، یا زنه سوء استفاده کرده، پسره فلان کرده. خب اینها واقعیته. در واقع نه. اگر شرافت و صداقت باشه، دو نفر همزمان یک رابطه جنسی رو بخوان یک رابطه بر اساس رابطه جنسی داشته باشن، تو جامعه ما تعریف نشده، تو جامعه ما قبح داره، ولی تکلیف روشنه، اتفاقی نمیفته، توقع اضافه‌ای برای کسی ایجاد نمیشه. یک صداقت و شرافتی هست. آقا من رابطه جنسی میخوام، رابطه عاطفی نمیخوام، درگیری مسئولیت نمیخوام. خب خانم یا آقا این حرفو زده، پارتنر مقابل هم پذیرفته، that's okay، یک رابطه جنسی داشته باشیم به این شرط و شرایط و شروط، و این توافق اتفاق افتاده و این گونه ای از رابطه‌ای که در حال حاضر در جامعه مدرنمون ولو به طبع قبحش به خاطر تغییراتی که در سطح جامعه داره اتفاق میفته وجود داره. خب وجود داره. درست یا غلطش رو ما اصلا راجعش صحبت نمی کنیم که اگر به پایه من روانشناس برسه، طرفی بیاد بگه من چون این رابطه ای رو داشتم و ازش آسیب دارم، من روانشناس به راحتی برمیگردم بهش میگم باید آسیب میدیدی، چون نمیشود درونی ترین و عمیق ترین و در واقع تاثیرگذارترین رابطه ای که بر پایه سیستم های نوروترانسمیتری تو یا همونایی که ما زبون ساده میگیم هورمون های مغزی تو اتفاق بیفتد و تو بگی نه من هیچ احساس عاطفی نسبت بهش ندارم، عادت ایجاد میشه دیگه. میشه. شدنی نیست.